با مشتی گل ناموسن اینجا با پادگان چه فرقی داره همشون پسرن؟ بابا فکر کنم اصلا ما مسیر رو اشتباه اومدیمه. به ما میرسه چشای داداش، خدا رو چه دیدی؟ یهو دیدی یه هوری اومد نشست اینجا. کیمده؟ فکر کنم اینجاست. اینجا اگه جای کسی نیست من میتونم بشینم؟ خدایا ای کاش به جای یه دونه هوری 2 تا ازت میخواستم. یکی بشینه اینجا، یکی هم واسه من. یکی اینجا، یکی اینجا. بفهم. من دریام بینم باید یه آفتاب آب با خودم ببرم. چی میشه؟ خانم ببخشید که شما انسانی؟ وا این چه سوالی آقا؟ نه منظور داداشم اینه که شما انسانی یا دانشجو؟ دانشجو. شما چین مگه؟ من خرتم ناموسه. خانم ببخشید شما کاپوچینوین؟ نه چطور؟ آقا از وقتی شما رو دیدم دارم کف میکنم. خودتو نمال به من. چشای من، شما کلاس چندی؟ من ترم اول رشته مهندسی روانشناسی ام. شما چی؟ والا ما اصلا نمیدونیم رشتمون چیه آبتی. این زر میزنه شما از من بپرس. شما چه رشته ای هستین؟ ما پزشکی بسته‌ای. بسته‌ای؟ پزشکی هسته‌ای داداش. بسته‌ای. هسته‌ای. خب بالا نقال به من. بچه ها اینجا کلاس تاریخ عمومیه؟ نه خیر اینجا جغرافیای خصوصیه. خوشنمک. بچه ها امروز کلاس را میفته؟ شما بشین 2 نفر دیگه بیاد حرکت میکنیم. ببخشید کلاس بعدی زبان تخصصیه؟ بله. استادش کیه؟ چشای من اگه استادت بشم شاگرد شدن بلدی؟ مسخره. اسم بابات اسخره. چرا ایشی نخندید بس؟ خیلی قدیمی. بفرمایید. ببخشید شما استادین؟ عذرخواهی میکنم چی تدریس میکنی؟ بنده سهراب دمشقی هستم، استاد راهنمای شما. آقا من نوکرم خیلی خوشبختم. کوچیک شما حامد تبریزی هم، تازه سرم داداشم داش بزرگ مهدی تبریزی، قلب داداش رفیق با معرفت حمید شربتی، سدزاد عزیز دل. خانم ببخشید اسمی شریف چی بود؟ خانم. آقا اجازه ما راهنما نیاز ما نداریم. خودمون چراغ راهنمای استاد. منم چراغ چشمک زنم. استادی نه اصلا از یه سیاره دیگه اومدن. ایشون استاد راهنما هستن برای کارهای پروژه. ما خودمون اهل پروژه ایم. ستونم الان ما چه درسی داریم دقیقا؟ بچه ها این ساعت ما کلاس تاریخ عمومی داریم. خانم شکری استادتون تشریف آورد. ممنونم استاد. سلام بچه ها، من فاطمه شکری هستم، استاد تاریختون. کی میدونه تاریخ چیه؟ خانم اجازه امروز سه‌شنبه 20 مهر ماهه. نه عزیزم، منظور تاریخ گذشته است. کی میدونه لوح هخامنشی کجاست؟ خانم به خدا ما بر نداشتیم. خط میخی به چه خطی میگن؟ ما بگیم؟ بگو. خط آقام اصلا نمیشه خوند. کی میتونه بگه که پادشاهان گذشته چی نداشتن که ما الان داریم؟ دندونای سفید کامپوزیتی. الان مجموعه صرف تو سطح کشور حرف اول رو تو کامپوزیت میزنن. 10 سال گارانتی داره، پالیش رایگان داره. از طرف ما هم که برین 50% تخفیف داره، اقساط هم میتونین انجام بدین. با افرادی که به آنها اعتماد دارید در مورد تصمیم‌های خود صحبت کنید. حالا دخترها بگن تاریخ چیه؟ تاریخ یعنی اطلاع از گذشته. آفرین. گذشته کیا؟ معلومه گذشته دوست پسرامون که قبل ما با کیا و چیا بودن. شماها خنگید یا خودتون رو زدید به خنگی؟ این چه حرفیه خانم؟ ما خنگ نیستیم، ما کودنیم. بشین سر جان، کم مزه بندازید. حالا کی میتونه بگه که اولین خونه به سبک امروزی کجا و به دست چه کسی ساخته شد؟ در دهات ما بستان‌آباد توسط حاج سلیم بنا. بشین سر جات. حالا بگید ببینم بعد از ناصرالدین شاه چه کسی بر تخت نشست؟ هیچی. آفرین. چرا؟ والله یکی از پایه‌های تخت شکسته بود، برده بودن یافت‌آباد درستش کنن. زهر ما رو حالا بگید ببینم در گذشته
به کسایی که از این کشور به اون کشور خبر می بردن چی می گفتم؟ سözباز داخل پرانتز خال زنک. در راه شماها چقدر خنگید. الان فقط دخترها جواب بدن. کی میدونه که دیوار چین در کجاست؟ استاد یه راهنمایی میشه بکنی؟ دیوار چین در کدوم کشوره؟ ایرانه؟ آخه دیوانه بی سواد، دیوار چین تو ایرانه؟ استاد کل جنسای چین تو ایرانه. خدا رو چه دیدی؟ شاید فردا دیوارش هم آوردن. حالا کی میتونه یه لوح نام ببره؟ لوح سادلو. نام برادر اردشیر چه بود؟ اردفلنگ؟ از دوره ساسانی چه چیزی به یادگار مونده؟ چند تا عکس و یک مشکل خشک. حالا به من بگید دلیل اصلی سقوط سلسله زندیه چی بود؟ نزدیک شدن بیش از حد به لبه ساختمان. وای خدایا دارم دیوونه میشم. شماها چقدر خنگید، چقدر کودنید. والله با استاد میشه از من بپرسی؟ قول میدم که هر چی پرسید جوابشو درست بده. چرا امیل کبیر در حمام کشته شد؟ چون دنج نداده بود. چون لنگ نداشت. چون نمیخواست زیر بار حرف زور بره. آفرین. کی داشت بهش زور میگفت؟ اونی که داشت دنج زم میکرد. حالا بگید ببینم انسانهای اولیه چجوری با هم حرف میزدن؟ اجازه با دود. حال کردی چشام؟ وای چقدر بامزه بود. اینجوری سر حرف باز میشد. دیوونم کردید. شماها چقدر خنگید، چقدر بی سوادید، چقدر کودرید. اینجا دانشگاه یا بابا اکابه یا نهضت سواد آموزی. من یک ثانیه هم اینجا نمیمونم. خداحافظ شما، خداحافظ شما.